سلام. از هیمنم اوی ویدیو داخوازنی در مورد بحث بیای ادامه بدنی. یکم حواسی گرفته به بحث بیای هم بزنی فلوی که انجام داده فلو چیه، فلو که انجام داده چیه. پس هم داخوازنی در مورد فلو بیای گپ کنی. فلو بیای چه که خواه و فرنده گپ کنی بینو اوضاع چره. فلوی بیای هم دیتا از درک خانی هم سورس دیتا سورس مختلف خانی امکان خواهد سورس ما اکسل بود، درسته؟ یعنی فایل اکسل دیتا ما یا دیتا ما فایل تکس تکس فایل تکس فایل، درسته؟ امکان داره تکس فایل بود. امکان خواهد دیتابیس حالا هر دیتابیس اسکی سرور بود، امکان خواهد اوراکل بود. خب و دیتا آور گلک توشته دنی. خب دیتا تکه و دیتا جور به جوره. دیتا یه سری اوینده یه سری اوینده بنا که کل درک بود که تو هم شکل کاری خواهد شروع کنی. بعد هم هر پروژه بیایی که انجام ده معمولا حکایه که تیم اخه در شاخصان آماده که اجا با شاخصا و شاخصا و شاخصا. خب و شاخصان اصطلاحا دیدین KPI آماده که ارتبی KPI ها میلوم دوا هم دیتا که کدا بکنید. مثلا اجا دیتا مثلا بانک فلان بانک یا فلان شاپینگ، اما مثلا فلان شاپینگ آزاد چقدر فروش کردی. خب هم دا سورسی پیدا کنی اینجا مثلا درصد فروش نشانده ایران نشانده. اما داره همین دیتا پیدا کنی بر اساس بی دینی کاری خواهد انجام دادنی. خب چه کار انجام دادنی؟ الان آغاز نپیگه کن. فرض کنید گوتن دیتا فروش به هر حالتی دیست. مثلا فکر کاستومر اوی انده اطلاعات فروشی اوی انده، مثلا اطلاعات نظام ها اطلاعات موبایلی مثلا اوی انده سه تا فایل جور به جوره. خواه هم دیتایی که برژن درک اصلا وی فرنده که برژن درک از این ETL درسته؟ فراینده ETL درسته؟ یعنی چه؟ یعنی ETL چه؟ دیتا اگه اکسپورت اگه لود اگه مثلا کلا فرنده دیتا اکشن تمیز دگی ارژن درک امکان خواهد مثلا سوچ تمیز دکنی. امکان خواهد دیتا بیان دیتا خرا خواهد مثلا یه سری کاستومر خواهنی یا یه سری ترانزکشن خواهنی که اصلا نباید بیا، مثلا دراوی امانتی صفره زیرو که منطقه نه امانتی و یا مثلا ناوی اشتباه یا به هر حالتی هم نخوزنه دیتا بیا چه اوی هم کلینزینگ انجام دادنی. پس اما اوی فازا چه انجام دادنی هم اول دیتا اخوینه دیتا اونا فایدانه اخوینه درک ذخیره دیتا اخوینه پس ذخیره کنی. خب پس اول دیتا ترانسفر دکنی ارسی تو استیج درک دیتا اول راشن. خب و فرند دوم کلینزینگ دکنی تمیز دکنی دیتا اضافی تشت ادرناخه کلینزینگ دکنی. بعد دیتا ارژن درک دخوازنی حالا درک دخوازنی یا انبار داده امکان خواهد در واقع یا حالا فایل دادنی که معمولا مستقیم درجه انبار داده اما بعض دانا در این دنه جرشن. حالا فعلا در مورد یا انبار داده چیه گپ تکنم فعلا دخوازن بینیم مثلا چجوری فعلا. پس فلوی کلا بیای چیه اینجا دیتا در مختلف دخوینی متناسب با KPI فارم دکی چه دیتا استفاده کی. بعد وی دیتا نا ارژن رو تستش بعد بر اساس وی دیتا تمیز دکی بعد یه سری کوری لاخرین دیتا ارژن رو ته انبار داده تا یه هر توش داده. مثلا اولا بگه اولا 4 تا جدول خب 4 تا جدول دو انبار داده تا یعنی مثلا 2 تا جدول درجه ارتباطی وی 2 تا جدول درسته. پس ویان و فرنده انجام داری. پس ام اوی پلیلیستا در خوزه نمیده کلان یه ها پیش یعنی
ابزاری بینینی چیه، چه استفاده کنی چجوریه. خب من همین سراغی که ما در مورد انوارد راجع گپ کنیم. بهتر است با ویدیو مزم قطع کنی، همین در مورد ویدیو بعدی در مورد گپ کنیم بهتر.